خب سلام بچه ها، اومدیم با دومین ویدیو تو این کانالمون. بچه ها اصلا لایک مایک کلا نخوردم، کلا 2 لایک خوردم، اونم با این یکی حسابم لایک کردم. لطفا لایک بدید چون من یکی 2-3 ساعت دیگه ماینکرافت و فری فایر رو گیم پلی 2 نفرش رو میزنم. حداقل تا 3-4 تا لایک لطفا لایک بدید. اومدیم با یه گیم پلی دیگه از بازی کال آف دیوتی موبایل. لولمون هم شد 25. زیاد پیشرفت کردیم. ببینیم آلکاتراس کی شروع میشه. آلکاتراس هنوز که مونده. این بازی رو تمام زیاد نمیشه بهتره. بعد اینجا هم که چی این کاراکتر رو هم گرفت تیم رنگش هم گرفت ولی همین بهتر. خب چون بریم یه دست میزی پلیر رای بدیم ببینیم چی میشه. بچه لطفا لایک کنید چون من میخوام الان یه 2-3 ساعت دیگه گیم پلی فری فایر رو ماینکرافت میریم 2 نفره ها. با داداش کوچیکم ولی کارافو نمیتونیم گیم پلی 2 نفرش بریم چون کارافو بازی سنگینه. دیدیفی داداشم خوب اجرا نمیشه. اگه بخوام مثلا روشی داشتم بزنم هم باید فریو واک کنم هم ماینکرافت هم 1-2 بازی دیگر، ولی همین نظرم فریو ماینکرافت گیم پلی 2 نفرش بریم بهتر از کال آف جتا بریم. بچه بعد ناگون مثل سنسیتیو نزدم ولی بازم خوب دارم بازی میکنم. سنسیتیو البته الان خوب بازی نمیکنم، اصلا خوب بازی نمیکنم به نظر خودم. تیم نداره اسنایپرمون. جمعه هم یه ویدیو دیگه داریم از کاستوم آلکاتراس هم میریم با رفیقم زیاد بنجه خیلی از من پیشه کار فوز کرده میریم کنیم شاید تونستیم بزنیم کاستوم میریم باش. فری فایر ولی 2 نفره میریم با این ماینکرافت بیشتر حال میده 2 نفره. ولی شاید مثلا من کامپیوتر رو بخرم. اگه کامپیوتر خریدم اگه خریدم مثلا گیم پلی بهتری بریم بازی ها. گیم پلی بهتر خیلی بهتری از این بازی بریم. ببینید دیگه لامس پینم ضعیف بود. خدا لعنتت کنه مردی که یه نمیخوره اصلا شانس من. حالا این دست ای لعنتی ها اینطور نمیشه. این نیت میزنه داشت تو بخون دیگه از همین نشده تو بخون اشاده تو از همین الان بخون از همین الان اشاده تو بخون تا فرد خورماتو بدیم. لعنتی ها پشت باتیش
وای باختیم این دست به احتمال بردمون Enemy contact. Lost the lead. من ضعیفه خدا نمیاد تو ایران فینیش ما رو زد ای خدا لعنتت فینیش پشت یارت دارم میانم من نمیزنی سب کن یارتشو کشیدم که الان بیا نزدیک الان Target down. نزدیک کجایی Enemy in sight. Enemy down. Get up, team. Killer drone on standby. بابا لعنت بهت نمیتونم من تو رو بزنم قرمزی هنوز اسپان نشدی چطوری من تو رو بزنم خدا لعنتت کن دیروز اصلا دیدم اصلا صدام نمیومد فقط صدای Grenade out. بازی Enemy. ای لعنت باختیم مثل دیوتی درست این ایرانی هم میتونه استفاده خدا لعنتت کنه ایرانی هم باید میتونه این دنسرم تازه گرفتیم نمیدونم دیدید یا نه نکنم دیده باشه اول چه خودمون اولش کیه بود نه خودمون اولش کیه اوه بچه این جواب خیلی به درد میخوره احتمال لجند دادن هست باید لجند دادن مثلا اهمیت 5 تا میتیک خوبه خودمون اولمون نه من نیستم اگر باید نکردم بچه ها دیگه کلی دیگه میزنم کلاس امروز فکر نکنم بیارم ولی فردا بیارم احتمال فردا جمعست بیارم فردا حتما نیست فردا همون کشم حتما میزنم میزنم که چه گرفتیم فردم چون پس هنجات منتظر اینجا چی بود؟ ولی ماینکرافت و فیفا رو گیمپلی 2 نفرشون میریم فیفا رو هم کاستوم میریم هم یه دست کلش اسکواد میریم ماینکرافت هم که میریم یه خونه میسازیم و هم لایک کنید حتما فالو کنید لطفا فالو کنید این که نمیکنید لطفا فالو کنید لطفا فالو کنید ویدیو دیروزی زیاد بازی خورد ولی لایک من کسی نبود خیلی بد نه حرف زدیم حرفم صدا نمی اومد امروز چیزم داره میاد دیگه لعنت بهت بکن توی بکت خیلی چه رفتی همون بیا باید خونه تو همون نیست اما منو میزنه اما نزن Enemy contact. Target down. Target down. آن یارم Taking the lead. میزنم نمیره شانت من این خود باید برم جلوی البته بودم Targets in sight. بچه راستی تکنیسیچ هستم کامل نوشتید بهم یاد بده ولی بکنم منم یاد ندارم یه کامنت یه لایک حداقل کنید به من بفهمم شما منو حمایت میکنید بعد ویدیو بیشتر بذارم
گفتم مثلا کامل بذارید مانکرافت بدیم گوش کنم. از در رو خیلی تیرپورت کردن بخواهید همچون خیلی بهتره. او ام4 خوب اومدیم جلو با این پرسد یا We've taken the lead. Friendly airstrike incoming. Hunter killer drone deployed. Friendly predator missile. یه سکته گفتم نظرم بازی نکنم تیرشو نگه دارم بهتر این مسئله شد. Predator missile on standby. یه نفرم پوشن گذاشت شیل هم ریخته Targets in sight. ببینم باید بچه اگه بکنم من کنم ست Airstrike is ready. خود بنده فعلا نمیتونم خود بنده Objective almost complete. Keep it up. چون موقع اطلاعات منم بگونید برای خود میتونستم کجا الان زندان ویدیو میگونم مثلا کجایم بعد سنم چنده Friendly airstrike incoming. یه بارو هوا کجا خب بچه به نظر ویدیو رو تمام میکنم بس ویدیو اولم شدیم تازه شهری هم زدیم بینم بچه من یه ساعت نیم ساعت یه ساعت دیگه ویدیوی ماینکرافت میذارم حالا ببینم شما کی ببینید با سرعت این اینترنت کنم دارم این ماینکرافت میذارم چون به نظر ماینکرافت دو نفره بیشتر تا فری فایر یه بازی بیشتر حال میدارم نظرم